بزنیم و بریم پی کارش. حالا ببینیم چیکار باید بکنیم. خب برای ثبت نام توی این پروژه فقط کافیه که روی لینکی که توی این کپشن این ویدیو گذاشتم، توی توضیحات ویدیو گذاشتم کلیک کنید. قبلش هم فیلتر شکنتون حتما وصل باشه، چون شما رو میفرسته به گوگل پلی. البته قبلش تاییدیه میگیره بعد میفرسته. پس فیلتر شکن رو روشن کنید فعلا. بعد از اینکه فیلتر شکن رو روشن کردید روی لینک زیر کلیک کنید. وقتی کلیک کنید یه همچین صفحه‌ای واسهتون میاد که خب چیز خیلی عجیبی نیست. تو قسمت بالا نوشته ایمیل وارد کن و بعد یک کلیدی داره به نام سند، یعنی ارسال. این کلید سند رو بزنید، چند لحظه صبر کنید، یه پیغامی میاد که یه ایمیل براتون ارسال شده. میرید داخل ایمیلتون یه کد 4 رقمی فرستاده، اون کد رو وردارید توی این قسمت جلوی سند بندازید و گزینه لاگین رو بزنید. بعد از اون اگه درست انجام داده باشید یک پاپ آپ روی صفحه گوشیتون میاد، یه پیغامی باز میشه. حالا بستگی به مدل گوشی‌ها داره، بعضی گوشی‌ها وسط صفحه باز میشه، بعضی گوشی‌ها پایین صفحه. یک گزینه مثلا استارت میاد یا گزینه باز شدن میاد. خب اگه سیستم پاپ آپ رو گوشیتون محسوب کرده باشید یه پیغام میاد میگه آقا پاپ آپ بسته است، بازش کنید. کلید باز شدن رو که بزنید یا اوپن رو بزنید برنامه باز میشه و شما رو میفرسته به چی؟ به گوگل پلی. اونجا برنامه رو دانلود کنید، خودش مستقیم وارد این قسمت میشه. برنامه رو دانلود کنید، نصب کنید. وقتی نصب کردید برنامه رو باز کنید. برنامه که باز کنید یه همچین محیطی رو شما خواهید داشت. این بالا اینجا داره مقدار کوینی که به دست آوردید نشون میده که واسه شما احتمالاً یا 0 یا 40 نمیدونم، یادم نیست. خب اینجا داره میگه کلا مثلا من الان 1590 تا آزن کوین به دست آوردم یا توکن آزن رو به دست آوردم و اینجا داره میگه که امروز 160 تا بوده تا الان. اوکی. خب حالا دیگه چی داریم اینجا؟ اینجا بچه‌ها 3 تا قسمت خیلی مهم داریم. قسمت اول که این بالاییه نشون میده چقدر ما تا الان توکن به دست آوردیم، چقدر ماین کردیم. قسمت دوم اینه که کلایم روزانه است و خیلی خیلی مهمه، چون اگه اینجا رو کلایم نکنی برنامه شما رو فعال شناسایی نمیکنه، حتی اگه بقیه موارد انجام بدی. خب فعال شناسایی نمیکنه. زمانی که میخوای حالا برداشت اینها انجام بدی، وقتی فعال نباشی میگه آقا تو فعال نبودی، ربات بقیه کارا رو کرده، تو فعال نبودی. پس باید حتما اینجا رو حواستون باشه، اینو بهش میگیم کلایم روزانه. و سومین قسمت هم این تسک های پایین هستش که خب ادامه هم داره، بهتون توضیح میدم. این بخش بالا رو که گفتم کل توکنی که از این برنامه به دست آوردیم اینه. این هم مال توکن امروز به دست آوردیم. اما اینجا کاری که باید شما هر روز انجام بدید اینه که بیاین و این کلایم روزانه رو اینجا انجام بدید. کلایم روزانه یعنی روی این قسمتی که اینجا هست باید بیاین کلیک کنید. ببینید نوشته زیرش هم نوشته 10 مثبت 10. اگه دقت کنید نوشته مثبت 10، یعنی 10 تا کوین یا 10 تا کوین آزن، توکن آزن بهتون میده. کلیک میکنیم. نشد کلیک. آها ببینید الان میگه که اونجا کلیک کردی و 10 تا هم بهت پاداش دادم. این بالا 160 تا بود شد 170 تا، اینم 1590 بود شد 1600 تا. اینجا هم یه تایمر شروع کرد به شمردن. 24 ساعت دیگه این تایمر غیر فعال میشه، باید دوباره بیای ماین یعنی چیز کنی، کلایم کنی، هم خودتون هم زیر مجموعاتون، کسایی که بهشون معرفی میکنید اینو بهشون بگید هر 24 ساعت یه دفعه باید بیان ماین کنن، این کلایمشو انجام بدن وگرنه فعال شناسایی نمیشن. بعد از این می سراغ این قسمت های پایین. خب اینجا چی میگه؟ مثلا تو این قسمت اول اینجا میگه که ببین یه سری کار ازتون میخواد اینجا مثلا. خب حالا من این اولی رو چی میگه؟ میگه که برو، حالا شما 2-3 روز کار کردی معنی اصطلاحاتش میفهمی. این اولیش که 200 امتیازم داره میگه برو برنامه آزن رو دانلود کن و نصب کن.
شما دانلود کردی و نصب هم کردی، پس احتمالا اینجا به جای این گزینه سبزه خب یه گزینه نارنجی رنگ میاد نوشته کلایم. اون کلایم رو بزنی 200 امتیاز همین الان بهت میده. پس این و این میره دیگه. خب بعد مثلا این گزینه رو داریم نوشته پست کنید و مثلا این کار رو انجام بدید، 30 امتیاز بهت میده. حالا ما میخوایم این تسک رو انجام بدیم. شما اصلا لازم نیست اینا رو بخونید حتی. خب فقط روی این فلش جلوش کلیک کنید، وارد توییتر میشه و بعضیش وارد یوتیوب میشه. وارد توییتر شما و وارد یوتیوب شما میشه و اونجا یه تایید داره میزنی، برمیگردی امتیاز رو میگیری. حالا بریم اینو با هم انجام بدیم. برای شروع من همیشه سفر کوچیک میکنم. حالا گوشیایی که این قابلیت دارن میتونن این کار انجام بدن، راحت تره. مثلا ما اینو میخوایم که انجام بدیم. خب این کلید روبروشو میزنیم، مثلا اینو میخوای انجام بدی، این کلید روبروشو میزنی. اینها اصولا پست های توییتر هست که میگه برو اونجا یا لایک بکن یا ریپوست بکن، مثلا نمیدونم یا فالو کن یا یه پستی برای ما بذار. خب که خودش همه این کارا رو میکنه، فقط باید شما کلیکش انجام بدی. خب ما کاری که میکنیم اینه که من همیشه میام توی این برنامه این کارو انجام میدم. چرا؟ چون که برنامه خودمو نمیبنده. چون گاهی مواقع برنامه رو که میبنده وقتی رفرش میکنه برمیگره نمیفهمه که این کار انجام نشده. خب ببینید اینجا خودش برنامه رو میاره و میگه که چی؟ باید یه ریپوست کنی. حالا یا بلده یا بلد نیستی، در کل فرق نمیکنه. شما فقط باید روی همین کلید سفید کلیک کنی، ریپوست انجام میشه. کلیک که کردی برمیگردی تو محیط برنامه، میبینی که اون دکمه سبزه رفته و به جاش نارنجی شده نوشته کلایم جلوش. من سفر رو بزرگ کنم، بزرگ و میکنی اوکی. ببین قبلیش هم واسه من باز کرده چون قبلا کلیک کرده بودم. این کلایم یعنی چی؟ یعنی بیا امتیازشو بگیر. اینو میزنی کلایم میکنی، الان 30 امتیاز بهت میده به بالای صفحه. الان 30 امتیاز بهم اضافه شد اینجا و شدم 200 امتیاز بالای صفحه. درسته؟ این گزینه نارنجی رنگ پایینم که کاراش انجام شده باید کلایم میکنی امتیاز میشه 230. الان امتیاز من برای امروز شد 230 و جمعاً 1660. حالا مثلا بریم سراغ این یکی، میگه باید یه پستی بذاری. اینا همش مربوط به توییتره، بجز اینکه قرمز مربوط به در واقع یوتیوب میشه. پس همه اینها به یه صورت انجام میشه. شما همه اینها رو دونه دونه در هر روز کلیک میکنی. این کلیک میکنی، من سفر کوچیک میکنم همیشه، کلیک میکنی و منتظر میمونی که یه پیغام بیاد که توی چه برنامه باز بشه. شما امتحان کنید تو کدوم برنامه راحت تر براتون کار میکنه. من تو این برنامه مرورگر وب با میکنم. شما میتونید تو خود توییتر مثلا باز کنید. الان این یه چیز بعدی هست تا یاد بگیرید. یا مثلا ببینید این یکی میگه مثلا یه ریتوییت انجام بده. میگیم باشه بیا اینم یه ریتوییت انجام بدیم. ببین حالا بذارید یه دفعه ساب میکنید تا کاملا باز بشه و خودش اینو بهت داره نشون میده. میگه که مثلا ریپوست رو بزن. گاهی مواقع میگه فالو کن، رو کلید فالو همین جا یه کلیدی هست سفید رنگه، اونها رو میزنی دیگه. ریپوست رو میزنی، وقتی که زدی برمیگردی به برنامه، چند لحظه صبر میکنی. ببینید این مال قبلی است که من زدم، امتیازشو میگیریم. 30 تا دیگه الان بهمون داد، اینم میگیریم. 30 تا دیگه هم این بهمون میده. درست؟ حالا بریم سراغ این یکی. ببین این مال یوتیوب 50 امتیاز هم داره. درست؟ بعد نمیشه یه ویدیو باید ببینه حداقل 5 دقیقه است. اوکی، یه ویدیوی چینی ژاپنی من دیدم. خب روش کلیک میکنی، یوتیوب باز میشه. بله یوتیوب باز میشه.
این ویدئویی که میاد یه 5 دقیقه بذار گوشید اینجا اینو خودش پخش کنه. وقتی که پخش کرد برمیگردی به برنامه و برمیگردی به برنامه و بقیه کارا رو انجام بدی. حالا فعلا حوصله ندارم ببینم، بعدا میبینم. خب این قسمت ها، این تسک هایی که اینجا هستن همه رو انجام میدی تا تموم بشه. روزی 7 10 تا تسک بهت میده، بعضیاش 200 امتیازیه، بعضیا 5 امتیازیه، بعضیا 30 امتیازیه، بعضیش هم زمان داره، مثلا نوشته 14 ساعت وقت داری که اینو انجام بدی، اینجوری مثلا. اوکی. اما حالا بریم سراغ یه قسمت دیگه که خب خیلی مهمه. این قسمت پایین بچه‌ها قسمت رفراله. شما تو این قسمت پایین که بیای میتونی که لینک رفرال تو ورداری و به دیگران معرفی کنی. برای این کار کافیه که روی اینوایت فرند کلیک کنی و اون لینک رو ورداری، یا میتونی مثلا از طریق یوتیوب توییتر واسهشون بفرستی یا فیسبوک یا حالا برنامه‌های دیگه. ولی من همیشه کپی لینک رو میزنم اینجا، لینک رو کپی میکنم، این کپی لینک رو میزنم، لینک رو کپی میکنم و برای دیگران میدم تا کلیک کنن و ثبت نام کنن. و این پایینتر تعداد زیر مجموعه های شما رو نشون میده بهتون که این باز 2 بخش داره. اینجا تعداد زیر مجموعه رو نشون میده، نوشته زیر مجموعه های فعال، زیر مجموعه های غیر فعال. فعال در حال حاضر مثلا من این 4 تا رو دارم. خب غیر فعال اینا رو دارم. اینها رو دارم. اوکی. حالا فعال و غیر فعال کیان؟ فعالا اونایی هستن که فعالها اونهایی هستن که امروز اومدن و این کلایم روزانه رو کلیک کردن. غیر فعال ها اونهایی هستن که هنوز اینو کلیک نکردن. ممکنه طرف سر کاره هنوز نیومده کلیک کنه، شب میاد کلیک میکنه. خب پس اگه این کلایم روزانه رو کلیک نکنی بچه‌ها، سیستم شما رو به عنوان غیر فعال میشناسه، حتی اگه این تسکای پایین رو کار کنید. آخر کار که میخوای چیز کنی، مبلغ برداشت کنی، میگه شما غیر فعال بودین. حواستون باشه این تسکا رو که انجام میدید امتیاز شما بالا بیشتر میشه، اما آخر کار میگه شما فعال نبودی. حواستون باشه این بالا رو حتما باید کلیک کنید.